شاه سلطان حسین صفوی در سال 1047 خورشیدی از زنی به نام فتحیه خانم متولد شد. او تمام عمر را تا زمان مرگ پدر در حرمسرا گذرانده بود. به همین دلیل از امور مملکتی آگاهی نداشت. شاه سلیمان یکم صفوی پیش از مرگ به درباریان گفته بود که اگر طالب آسایش هستند بعد از او پسرش حسین و اگر به دنبال اقتدار حکومت هستند عباس میرزا پسر دیگرش را به سلطنت برسانند. سلطان حسین فردی راحت طلب، تن آسان، با دلی ساده و مهربان بود و چهره زیبا و بدنی قوی داشت، در حالی که به ورزش اصلاً علاقه‌ای نداشت. سلطان حسین در انزوای حرم بزرگ شده بود و برخلاف پدرش شخصیتی آرام و مهربان داشت و به تحصیل علوم و معارف علاقه‌مند بود. دینمداری و پرهیزگاریش به ویژه خودداریش از نوشیدن شراب در جوانی او را شهره عام و خاص کرده بود، به گونه‌ای که قبل از پادشاهی به او ملا حسین می‌گفتند. دیانت حسین باعث شده بود تا علمای شیعه به خصوص فقیه نامی محمد باقر مجلسی از او حمایت کنند و در نهایت محمد باقر مجلسی تاج شاهی را بر سر او گذاشت. دربار صفوی در آن زمان از یک سو زیر نظر فقها و علما بود و از یک سوی دیگر خواجه سرایان و امیران قزلباش جبهه نیرومندی را تشکیل داده بودند. دوران سلطنت سلطان حسین صحنه رقابت علما با اعضای حرم و خواجگان حرمسرا بود. این عوامل باعث شد تا شاه سلطان حسین در نهایت به شخصی ضعیف النفس، شهوتران و باده نوش تبدیل شود. تا زمان فوت مجلسی گروه مذهبی بر خواجه سرایان برتری داشتند، به طوری که در اوایل سلطنت شاه سلطان حسین نوشیدن شراب را ممنوع اعلام کرد. اما پس از فوت مجلسی نه فقط این ممنوعیت از بین نرفت، بلکه سلطان حسین با آشامیدن آن عادت کرد. از این زمان به بعد شاه صفوی تقریبا منزوی شد و همه کارها را وزیرانش انجام میدادند. در زمان شاه سلطان حسین تقریبا تمامی ایران دستخوش شورش شد. قبایل بلوچ به بم و کرمان حمله می‌کردند و از طرف دیگر اعراب خوارج در خلیج فارس با حمایت والی عمان عزم خود را برای اشغال جزایر خلیج فارس جزم کرده بودند. کردهای شورشی همدان را در سال 1719 میلادی اشغال کردند و تا حومه اصفهان پیش رفتند. اما جدیترین تهدید خطر افغانها بود که در شرق به قتل و غارت می پرداختند که سرکرده این شورشی‌ها محمود افغان از طایفه غلجایی بود. همه این عوامل باعث شد شورشیان جسورانه تر به نافرمانی بپردازند و در سال 1721 میلادی محمود افغان کرمان را محاصره کرد و از آنجا عازم اصفهان پایتخت صفویه شد. شاه سلطان حسین برای مقابله با افغانها دستور پخت آبگوشت سحرآمیز را داد که پس از اطعام سپاهیان صفوی نامرئی شده و بر دشمن پیروزی یابند. در ظرف 2 پاچه بز نر با 325 غلاف سبز نخود ریختند و 325 ورد توسط دوشیزه‌ای بر آن خوانده شد. این گونه خرافات مانع تفکر در تمام طبقات شده بود و سرانجام محمود افغان در نبرد گلون آباد سپاه صفویه را شکست داد، اما شاه سلطان حسین در اصفهان ماند. او طهماسپ دوم فرزندش را برای جمع‌آوری قوا به کاشان و قزوین فرستاد، ولی طهماسپ به جای این کار به خوشگذرانی و بی‌بندوباری مشغول شد. محمود افغان پس از شکست لشکر صفوی محاصره بی‌رحمانه‌ای بر مردم اصفهان تحمیل کرد. او دستور داد همه محصولات منطقه نابود شود. در نهایت پس از 29 سال سلطنت سلطان حسین صفوی در محرم 1101 خورشیدی به شکلی باورناپذیر درماندگی و ناتوانی خودش را با گذاشتن تاج بر سر محمود افغان به اثبات رسانید. شاه سلطان حسین تا سال 1105 خورشیدی تحت نظر افغانها بود و سرانجام با رسیدن پیام عثمانیان مبنی بر حمایت از شاه ایران و بازگرداندن تاج و تخت به او به دستور اشرف افغان در 25 آبان 1105 در 58 سالگی گردن او در زندان زده شد و سپس بدن سلطان حسین را در مقبره شاه سلیمان در قم و سر او را در همدان دفن کردند. از اینکه ویدیوی من رو تا اینجا تماشا کردید خیلی ممنونم و اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و نظراتتون رو با من به اشتراک بذارید و اگر به موضوع تاریخ علاقه دارید برای دیدن بیشتر ویدیوها کانال اسرار تاریخ رو سابسکرایب کنید.